به نام خدا سلام و درود فراوان خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی. امیدوارم که حالتان خوب و فوق‌العاده باشه. انجینیر محمد هادی نظری هستم از مجموعه آموزشی ابزار کانکور در سلسله مراتب درس ریاضی با جلسه دوم از فصل ششم در خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی هستم. در جلسه قبل دوستای عزیز ما اعداد مختلط خدمت شما عزیزان معرفی کردیم. گفتیم که یک عدد مختلط از دو قسمت تشکیل شده، یک قسمت حقیقی داشت و یک قسمت موهومی. خب اگه شکل معیاری از او را در خاطر داشته باشید، به صورت زید مساوی میشد با A جمع BI بود که زید عدد مختلط ما رو نشان میداد، A قسمت حقیقی بود، B قسمت موهومی بود و I هم گفتیم برابر با جذر منفی 1 هسته. پس بناهن همیشه گفتیم که I مربع برابر میشه با منفی 1. این مطالبی بود که در جلسه قبل خدمت شما عزیزان بیان کردیم. در این جلسه یعنی جلسه دوم از فصل ششم دوستای عزیز، مطالبی که خدمت شما عزیزان بیان خواهیم کرد به شرح ذیله. اول در رابطه با نحوه جمع و تفریق در اعداد مختلط با همدیگه صحبت مونیم. بعد از او عملیه ضرب در اعداد مختلط بررسی مونیم. در ادامه مزدوج یک عدد مختلط خدمت شما عزیزان بیان مونیم. معکوس ضربی یک عدد مختلط و تقسیم اعداد مختلط موضوعات بعدی ما را تشکیل میدن. پس با ما در این جلسه همراه باشید. اولین موضوعی که بررسی مونیم در این جلسه در رابطه با عملیه جمع در اعداد مختلطه که ما اعداد مختلطه چه قسمی با هم دیگه جمع کنیم. قبل از او یک نکته بسیار مهم خدمت شما عزیزان بیان مونیم. نکته چیه؟ حاصل جمع دو عدد موهومی همیشه یک عدد موهومیه. نگاه کنید، مثال بزنیم. مثلا میگیم که 5 آی جمع 7 آی. صحیح است؟ این مساوی میشه با 5 جمع 7 در آی که برابر میشه با 12 آی. پس حاصل جمع دو عدد موهومی همیشه یک عدد موهومیه. با توجه به این نکته میریم سراغ جمع دو عدد مختلط. دوستای عزیز، برای جمع دو عدد مختلط ما قسمت‌های حقیقی را با همدیگه و قسمت‌های موهومی را با همدیگه جمع مونیم به همین راحتی. نگاه کنید، اگر زید 1 برابر با A جمع BI بشه و زید 2 هم برابر با C جمع DI بشه، خب اینها رو ما میخوایم با همدیگه جمع کنیم. گفتیم که برای جمع اینها دوستای عزیز زید 1 جمع زید 2. گفتیم برای جمع اینها قسمت‌های حقیقی با همدیگه، قسمت‌های موهومی هم با همدیگه جمع میشن. خب قسمت‌های حقیقی و موهومی اینها رو شما یاد گرفتید دیگه. A میشه قسمت حقیقی، B میشه قسمت موهومی. در زید 2 C میشه قسمت حقیقی و D هم میشه قسمت موهومی ما. خب میریم سراغ جمع. میگیم قسمت‌های حقیقی با هم دیگه جمع میشه، یعنی A جمع C میشه جمع. قسمت‌های موهومی هم با هم دیگه جمع میشه، پس میشه B جمع D در I. به همین راحتی شما میتونید دو عدد مختلط با هم دیگه جمع کنید. میریم سراغ عملیه تفریق در اعداد مختلط. عملیه تفریق هم دقیقاً مثل عملیه جمع هستن. نگاه کنید دوستان عزیز، قبل از او باز هم یک نکته میگیم. حاصل تفریق دو عدد موهومی همیشه یک عدد موهومیه. نگاه کنید، مثال بزنیم. میگیم که 12i منفی 8i چند میشه؟ این مساوی میشه با 12 منفی 8 در i برابر میشه با 4i. صحیح شد؟ خب
میگیم که برای تفریق دو عدد مختلط قسمت‌های حقیقی را از همدیگه تفریق میکنیم، قسمت‌های موهومی را از همدیگه تفریق میکنیم به همین راحتی. پس اگر زائد یکی ما A جمع BI بشه و زائد دوی ما هم C جمع DI بشه، اینها رو میخوایم از همدیگه تفریق کنیم. چه قسمی میشه؟ میگیم که زائد یک منفی زائد دو مساوی میشه با قسمت‌های حقیقی و موهومی رو مشخص کنیم. A قسمت حقیقیه، B قسمت موهومیه، C قسمت حقیقی مایه و D هم قسمت موهومی مایه. حالا اینها رو میخوایم از هم دیگه تفریق کنیم. میگیم قسمت‌های حقیقی از هم دیگه تفریق میشن، پس در نتیجه برابر میشه با A منفی C جمع قسمت‌های موهومی هم از هم دیگه B منفی D در I. به همین راحتی میتونیم تفریق در اعداد مختلط انجام بدیم. خب چند تا مثال بزنیم در این رابطه تا شما کاملا با موضوع آشنا شوید. مثال میگه که اعداد مختلط ذیل را جمع کنید. قسمت اول گفته 3 جمع 2i جمع 1 جمع 7i. خب گفتیم قسمت های حقیقی با هم دیگه، قسمت های موهومی هم با هم دیگه جمع میشن. در نتیجه 3 قسمت حقیقی، 2 قسمت موهومی، 1 قسمت حقیقی مایه و 7 هم قسمت موهومی. خب قسمت های حقیقی با هم جمع میشه، در نتیجه میشه 3 جمع 1 جمع قسمت های موهومی با هم دیگه 2 جمع 7 آی مساوی میشه با 3 جمع 1 4 جمع 7 جمع 2 میشه 9 آی. این از حالت اول. میریم سراغ مثال دوم. گفته منفی 3 جمع 6 آی جمع 10 منفی 7 آی. قسمت های حقیقی با هم دیگه، قسمت های موهومی هم با هم دیگه جمع میشن، پس در نتیجه میشه منفی 3 جمع 10 سایسته جمع 6 منفی 7 در آی. قسمت های موهومی هم با هم دیگه، منفی 3 جمع 10 میشه 7، 6 منفی 7 هم برابر با منفی 1 میشه، پس برابر میشه با 7 منفی آی. مثال بعدی رو شما حل کنید. گفته جذر 3 منفی 3 آی جمع دی جمع 5 تا 30 در آی. خب حالا این رو میخوایم حل کنیم. میگیم که کاری نداره، ما فقط کافیه قسمت های حقیقی و موهومی رو بشناسیم. میگیم جذر 3 قسمت حقیقی مایه، 30 قسمت چیه؟ موهومیه، دی قسمت حقیقی مایه و 5C هم قسمت موهومی رو تشکیل میده. حالا قسمت های حقیقی با هم دیگه جمع میشه، در نتیجه میشه جذر 3 جمع دی جمع قسمت های موهومی هم با هم دیگه جمع میشه، پس میشه منفی C جمع 5 تا C در آی. در نتیجه برابر میشه با جذر 3 جمع دی، حالا دی هرچی میتونه باشه، جمع منفی C جمع 5 تا C میشه چند؟ 4 تا C در آی. این هم جواب این سوال ما شد. خب میریم مثال بعدی رو ببینیم. گفته اعداد مختلط ذیل را از یکدیگر تفریق کنید. مثال اول 5 منفی آی منفی 7 در منفی 7 جمع 3 آی. خب قسمت های حقیقی از همدیگه تفریق میشن، قسمت های موهومی هم از همدیگه تفریق میشن. حالا در حالت اول ما برای شما مشخص می‌کنم، در مثال‌های دوم سوم دیگه شما دیگه خودتان تشخیص بدید. الان 5 قسمت حقیقی یا ریل مایه، منفی 1 قسمت موهومیه، 7 قسمت حقیقی مایه و 3 هم قسمت موهومی مایه. میگیم قسمت‌های حقیقی از همدیگه کم میشن، پس برابر میشه با 5 منفی 7 جمع قسمت‌های موهومی هم از همدیگه کم میشن، پس میشه منفی 1 جمع 3 در آی مساوی میشه با 5 منفی 7 چند میشه؟ منفی 2. منفی 1 جمع 3 هم برابر با 2 میشه، پس جمع 2 آی میشه. یس مثال اول. مثال دوم 3C جمع 4 دی آی منفی 3C جمع 8 دی آی. خب
سریعا میگیم قسمت‌های حقیقی از هم، قسمت‌های موهومی هم از هم دیگه تفریق میشن. پس میگیم که 3c منفی 3c میشه جمع 4d منفی 8d میشه در آی. 3c منفی 3c که برابر با 0 میشه، 4d منفی 8d هم برابر با منفی 4d در آی میشه. یه هم از جواب این قسمت. خب مثال بعدی رو ببینیم. گفته 5 جمع 6 آی منفی 3 جمع 4 آی. قسمت های حقیقی از هم تفریق میشن، قسمت های موهومی هم از هم دیگه تفریق میشن. پس در نتیجه میشه 5 منفی 3 جمع 6 منفی 4 در آی. به همین راحتی 5 منفی 3 2، 6 منفی 4 هم میشه 2، پس میشه 2 جمع 2 آی. این هم از جواب این سوال ما شد. میریم سراغ عملیه بعدی. جمع و تفریق گفتیم. عملیه بعدی ما عملیه ضرب در اعداد مختلط است. قبل از یک نکته بسیار بسیار مهم میگیم که حاصل ضرب دو عدد موهومی یک عدد حقیقی میشه. چرا؟ مثال میزنیم. نگاه کنین 5 آی ضرب در 2 آی. خب اینا رو ضرب میکنیم میشه 5 ضرب در 2 آی ضرب در آی میشه چی؟ میشه آی مربع دیگه. صحیح است؟ خب 5 ضرب در 2 10 میشه. آی مربع را ما یاد گرفتیم در جلسه قبل که آی مربع برابر بود با منفی 1. پس به جای آی مربع منفی 1 بذارین جواب شما برابر با منفی 10 میشه. پس حاصل ضرب دو عدد موهومی یک عدد حقیقی میشه. خب با توجه به این نکته میریم عملیه ضرب در اعداد مختلط بررسی مونیم. برای ضرب اعداد مختلط دوستان عزیز هر بخش از یک عدد مختلط در دو بخش دیگه ضرب میشه. چه قسمی؟ اگر زید 1 برابر با a جمع b آی بشه و زید 2 برابر با c جمع d آی بشه، اینها رو میخوایم در هم دیگه دوستان عزیز ضرب کنیم. خوب توجه کن. میگیم که زید 1 ضرب در زید 2 مساوی میشه. زید 1 برابر با a جمع b آی، صحیح است؟ ضرب در زید 2 هم c جمع d آی است. خوب توجه کن. گفته برای ضرب اعداد مختلط هر بخش از یک عدد مختلط در دو بخش دیگه ضرب میشه. یعنی چی؟ با یک رنگ دیگه به شما نشان بدیم. یعنی a هم در c ضرب میشه هم در d، b هم در c ضرب میشه هم در d. صحیح است؟ پس ادامه میدیم. میگیم که a ضرب در c میشه a c، a ضرب در d میشه a d i، b i ضرب در c برابر میشه با b c در i و b i ضرب در d i هم برابر میشه با b ضرب در d در i مربع. باز هم رسیدیم به i مربع. ما میدانیم که i مربع برابر با منفی 1 هستن. پس در نتیجه اگه بخوایم مرتب سازی انجام بدیم میگیم که ac منفی bd جمع ad جمع bc در i. این میشه حاصل ضرب دو عدد مختلط. پس از این به بعد اگر به شما گفتن که حاصل ضرب دو عدد مختلط پیدا کنید، مین a b c d از اینا رو مشخص مونین طبق چیزی که ما گفتیم. بعد حاصل شما میشه ac منفی bd جمع ad جمع bc در i. حالا مثال میزنیم تا بیشتر آشنا شوید. خب مثال با هم دیگه بررسی کنیم. مثال گفته که حاصل ضرب افاده های زید را به دست بیاره. خب مثال اول گفته منفی 4 جمع 5 آی ضرب در 3 جمع 2 آی. خب گفتیم a b c d اینها را مشخص کنید. میگیم این میشه a، این میشه b، این میشه c، این میشه d. سریعا دیگه فرمول چی بود؟ فرمولی بود دیگه. میگفتیم که ac منفی bd میشه جمع ad هم جمع bc در i.
خب طبق قضیه حالا ضرب خودمون هم به راحتی انجام میدیم. میگیم که AC منفی 4 ضرب در 3 میشه منفی 12 منفی BD B ما 5 D هم 2 5 ضرب در 2 میشه 10 جمع AD A ما منفی 4 D 2 منفی 4 ضرب در 2 میشه منفی 8 جمع BC B ما 5 C ما هم که 3 5 ضرب در 3 برابر با 15 میشه در I. صحیح؟ خب ادامه میدیم. میگیم که منفی 12 منفی 10 برابر با منفی 22 میشه. منفی 8 جمع 15 برابر با 7 آی میشه. این هم از جواب این سوال. مثال بعدی رو شما حل کنید. گفته منفی 2 جمع 3 آی ضرب در 4 منفی 2 آی. خب ABCD رو سریعا مشخص مونیم. میگیم که ای A ای B ای C هم D. حواستان باشه دیگه. شکل معیاری اینا رو حواستان باشه. خب میگیم که جواب چی میشه؟ AC منفی BD. خب A ما منفی 2 ضرب در C هم که 4 میشه منفی 8 منفی BD B ما 3 D هم منفی 2 3 ضرب در منفی 2 منفی 6 میشه. یک منفی هم داریم پس میشه مثبت 6 جمع AD A ما منفی 2 D هم منفی 2 منفی 2 ضرب در منفی 2 میشه چند؟ میشه مثبت 4 جمع BC C ما 4 B هم 3 3 ضرب در 4 برابر با 12 میشه در I. در نتیجه میشه منفی 2 جمع 16 I. یه هم از جواب این سوال ما شد. خب میریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی ما در رابطه با طریقه مزدوج کردن یک عدد مختلطه. نگاه کنید ما یک عدد مختلط داریم به شکل معیاری A جمع BI. حالا میخوایم ببینیم که مزدوج ازی چه قسمی میشه. خوب توجه کنید مزدوج ازی به این صورت زید بار یعنی یک زیدی که رویش یک علامت یک خطی ما قرار داریم. این زید بار خوانده میشه. زید بار مساوی میشه با A منفی BI. خب تفاوت اینها در چیه دوستای عزیز؟ احسن بر شما. تفاوت اینها در علامه بین دو جمله دیگه. جمله اول یعنی عدد مختلط ما A جمع BI بود اما مزدوج ازش شد A منفی BI یعنی در یک منفی مثبت اینها فقط تفاوت دارن. پس وقتی از شما خواستن که مزدوج یک عدد مختلط به دست بیاری شما کافی یک قسمت موهومی را علامه‌اش را عوض کنید. اگه مثبت بود منفی کنید، اگه منفی بود مثبت کنید. پس ما به این طریق میتونیم مزدوج یک عدد مختلط به دست بیاریم. خب کاربرد مزدوج چیه؟ کاربرد مزدوج یک عدد مختلط در قسمت تقسیم اعداد مختلط هست. یک نکته بسیار مهم ببینیم در رابطه با کاربرد مزدوج اعداد مختلط. نکته رو توجه کنید. میگه حاصل ضرب یک عدد مختلط در مزدوج آن یک عدد حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی بخش موهومی نداره. خب چه قسمی حساب میشه؟ نگاه کنید میگیم که A جمع BI. خب توجه کنید A جمع BI ضرب در A منفی BI. شما از اینجا چون علامه بین این جملات با هم دیگه تفاوت داره میفهمین که اینها مزدوج هم دیگه این دیگه. پس مینویسیم این میشه زید یا میشه چی؟ زید بار یا مزدوج. خب یک عدد مختلط در مزدوج چی وقتی ضرب میشه حاصل چی میشه؟ میشه A مربع جمع B مربع. یعنی چی؟ یعنی قسمت حقیقی به توان 2 جمع قسمت موهومی به توان 2. از این نکته برای حل خیلی از سوالات ما میتونیم استفاده کنیم. مثال ببینید. مثال چی گفته؟ گفته جذر 3 جمع جذر 2i ضرب در جذر 3 منفی جذر 2i. شما اینجا تشخیص میدین سریعا که اینجا زید ضرب در زید بار شده یعنی یک عدد مختلط ضرب در مزدوج خودش شده. گفتیم حاصل چی میشه؟ میشه A مربع جمع B مربع. یعنی چی؟ یعنی قسمت حقیقی به توان 2 جمع قسمت موهومی به توان 2. قسمت حقیقی ما چند؟ جذر 3 میشه جذر 3
به توان 2 جمع قسمت موهومی ما هم جذر 2 دیگه، پس میشه جذر 2 به توان 2 مساوی میشه با جذر 3 به توان 2 میشه 3، جذر 2 به توان 2 میشه 2، پس برابر با 5 میشه. مثال بعدی گفته جذر 6 جمع آی ضرب در جذر 6 منفی آی. شما اینجا باز هم تشخیص میدین که یک عدد مختلط در مزدوج خودش ضرب شده دیگه، پس سریعا میگین که جواب چی میشه؟ قسمت حقیقی به توان 2 جمع قسمت موهومی به توان 2. قسمت حقیقی ما چنده؟ جذر 6، پس میشه جذر 6 به توان 2 جمع جذر 1 به توان 2. خب جذر 6 به توان 2 6 میشه، 1 به توان 2 هم که خودش میشه، پس برابر با 7 میشه. پس از این نکته دوستان عزیز میتونید این دسته سوالات به راحتی حل کنید. میریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی ما در رابطه با معکوس ضربیه که ما معکوس ضربی یک عدد مختلط چه قسمی حساب کنیم. ما برای که این معکوس ضربی رو توضیح بدیم با مثال این برای شما عزیزان توضیح میدیم تا راحت تر در ذهن شما جای بگیره. مثال توجه کنید. گفتم معکوس ضربی 5 منفی 3 آی را دریابید. خب حالا میخوایم معکوس ضربی از این را حساب کنیم. خوب حواست جمع کن. چی کار مونیم؟ اول مییم 5 منفی 3 آی به صورت 1 بر 5 منفی 3 آی می نویسیم. این قدم اول. باز چی کار مونیم؟ میگیم ضرب در مزدوج مخرج به دست میاریم. مخرج ما 5 منفی 3 آیه، مزدوجش چی میشه؟ میشه 5 جمع 3 آی. صورت و مخرج در 5 جمع 3 آی ضرب مونیم، پس میشه ضرب در 5 جمع 3 آی بر 5 جمع 3 آی. ادامه بدیم. 1 ضرب در 5 ضرب در 3 آی میشه 5 جمع 3 آی. 5 منفی 3 آی ضرب در 5 جمع 3 آی. خب توجه کنید میبینید که یک عدد مختلط در مزدوج خب ضرب شده. حاصل چی میشد؟ میشد قسمت حقیقی به توان 2 جمع قسمت موهومی به توان 2. قسمت حقیقی ما 5 به توان 2 میشه 25 جمع قسمت موهومی ما 3 به توان 2 میشه 9 مساوی میشه با 5 جمع 3 آی. 25 جمع 9 دوستان عزیز برابر با 34 میشه. اگه تفکیک انجام بدیم برابر میشه با 5 بر 34 جمع 3 بر 34 در آی. پس ما یه قسمه میتونیم معکوس ضربی یک عدد مختلطه به دست بیاریم. میریم سراغ موضوع بعدی، تقسیم دو عدد مختلط. خب تقسیم دو عدد مختلط ما در قالب مثال به شما عزیزان توضیح میدیم. اما یک نکته رو یادتان باشه، چیزی که در تقسیم دو عدد مختلط مهمه اینه که شما مزدوج مخرجه پیدا کنید. مثال میزنیم. نگاه کنید مثال گفته 2 جمع 3 آی تقسیم بر 4 منفی 5 آی. صحیح است؟ حالا میخوایم تقسیم انجام بدیم. میگیم مزدوج مخرج رو پیدا کنیم. مزدوج مخرج 4 منفی 5 آی مزدوجش چند میشه؟ اصلا بر شما 4 جمع 5 آی. پس میگیم ضرب در 4 جمع 5 آی تقسیم بر 4 جمع 5 آی. خب ضرب خودمان انجام میدیم. گفتیم که وقتی دو عدد مختلط در هم دیگه ضرب میشه کافیه ABCD رو مشخص کنیم. الان 2 جمع 3 آی ضرب در 4 جمع 5 آی شده. گفتیم ضرب چه قسمی میشد AC منفی BD جمع AD جمع BC در آی. صحیح است؟ خب حالا ABCD رو بخوایم مشخص کنیم دوستان عزیز به این شکل میشه. 2 میشه A، 3 میشه B، 4 ما میشه C، 5 هم میشه D. خب حالا ضرب انجام بدیم. میگیم میشه AC یعنی چی؟ یعنی 2 ضرب در 4 میشه 8 منفی BD. B ما 3 D هم 5، 3 ضرب در 5 15 میشه جمع AD. A ما 2 D هم 5، 2 ضرب در 5 10 میشه.
بی سی، بی ما 3 سی هم که 4، 3 ضرب در 4 برابر با 12 میشه. پس میشه جمع 12 در آی دوستان عزیز تقسیم بر 4 منفی 5 آی ضرب در 4 جمع 5 آی شده. یعنی یک عدد مختلط در مزدوج خودش ضرب شده. حاصل چی میشد؟ احسن بر شما، میشد قسمت حقیقی به توان 2 جمع قسمت موهومی به توان 2. قسمت حقیقی 4 به توان 2 16 جمع قسمت موهومی 5 به توان 2 میشه 25. خب ادامه میدیم. میگیم 8 منفی 15 برابر با منفی 7 میشه. 10 جمع 12 برابر با 22 آی میشه. تقسیم بر 16 جمع 25 هم دوستان عزیز برابر با چند میشه؟ اگر جمع کنیم 5 جمع 6 11 برابر با 41 میشه. اگه بخوایم اینو تفکیک کنیم به صورت منفی 7 بر 41 جمع 22 بر 41 در آی میشه. یه هم از تقسیم دو عدد مختلط. پس در تقسیم دو عدد مختلط شما کافیه مزدوج مخرج پیدا کنید و صورت مخرج در از اون مزدوج مخرج ضرب کنید. خب درس ما خلاص شد. بریم با همدیگه سوالات کانکوری مرتبط با این موضوعاتی را که امروز تدریس کردیم و با همدیگه یک بررسی داشته باشیم. سوال اول از فرم دوم غزنی بیان شده. گفته اگر زید 1 برابر با 21 منفی 4 آی بشه و زید 2 برابر با 10 جمع 4 آی بشه، پس زید 1 منفی زید 2 برابر با کدام گزینه میشه؟ میگیم که زید 1 منفی زید 2. گفتیم قسمت های حقیقی از هم دیگه کم میشه، قسمت های موهومی هم از هم دیگه تفریق میشه. در زید 1 قسمت حقیقی ما 21 پس میشه 21 منفیه. در زید 2 قسمت حقیقی چیه؟ 10 منفی 10 جمع. در زید 1 قسمت حقیقی ما برابر قسمت موهومی ما برابر با منفی 4 منفیه. در زید 2 قسمت موهومی چنده؟ 4 پس این هم میشه 4 در آی مساوی میشه با 21 منفی 10 برابر 11 میشه. منفی 4 منفی 4 هم برابر با منفی 8 میشه. پس میشه 11 منفی 8 آی. گزینه چهارم پاسخ صحیح این سوال ما شد. سوال بعدی رو ببینیم. از فرم اول فراح مطرح شده. گفته اگر زید مساوی با جذر 7 در آی بشه، پس زید جمع زید بار یعنی عدد مختلط ضرب در مزدوجش برابر با کدام گزینه میشه؟ گفتیم که وقتی یک عدد مختلط در مزدوج خودش ضرب میشه حاصل چی میشد؟ میشد قسمت حقیقی به توان 2 جمع قسمت موهومی به توان 2. خب حالا در زید مساوی با جذر 7 آی قسمت حقیقی چنده؟ 0. پس میشه 0 به توان 2 جمع قسمت موهومی هم جذر 7 میشه جذر 7 به توان 2. این مساوی میشه با 7. کدام گزینه شد؟ گزینه دوم پاسخ صحیح سوال ما شد. سوال بعدی از فرم اول پکتیا مطرح شده. گفته حاصل جذر 11 جمع آی ضرب در جذر 11 منفی آی برابر با کدام گزینه؟ شما اگه خوب دقت کنید میبینید که یک عدد مختلط در مزدوج خودش ضرب شده. حاصل چی میشد؟ گفتیم قسمت حقیقی به توان 2 جمع قسمت موهومی به توان 2. خب قسمت حقیقی چنده؟ جذر 11. میگیم که جذر زید ضرب در زید بار مساوی میشه با قسمت حقیقی ما جذر 11 به توان 2 و قسمت موهومی هم که 1 به توان 2 مساوی میشه با 11 جمع 1 برابر با 12 میشه. کدام گزینه؟ گزینه 1 پاسخ صحیح سوال کانکوری شد. سوال بعدی رو ببینیم. از فرم ارزگان اگر زید مساوی با 4 بر 3 جمع 3 بر 4 در آی باشد، پس 6 برابر زید بار کدام گزینه میشه؟ پس شما اول کافیه که زید بار یا مزدوجه به دست بیارید. گفتیم که اگر زید برابر با 4 بر 3 جمع 3 بر 4 در آی بشه، پس زید بار یا مزدوج برابر میشه با 4 بر 3 منفی 3 بر 4 در آی. در یک علامه با هم دیگه تفاوت دارن. پس در نتیجه 6 برابر زید بار مساوی میشه با 6 در 4 بر 3
منفی 3 بر 4 در آی. خب ضرب انجام میدیم. میگیم که 6 اگه ساده سازی انجام بدیم دوستان عزیز، این برابر با 3 به 3 1، 6 به 3 هم 2، 2 ضرب 4 برابر با 8 میشه، منفی 6 ضرب در 3 18 میشه، 18 بر 4 میشه 9 بر 2 در آی. پس کدام گزینه شد دوستان عزیز؟ گزینه دوم پاسخ صحیحی سوال ما شد. سوال بعدی، اگر زید 1 مساوی با منفی 10 آی بشه و زید 2 مساوی با منفی 5 بشه، پس زید 1 منفی زید 2 برابر با کدام گزینه میشه؟ گفتیم زید 1 منفی زید 2 اگه میخواستیم حساب کنیم گفتیم قسمت های حقیقی از هم کم میشن، قسمت های موهومی هم از هم دیگه کم میشن. حالا در زید 1 قسمت حقیقی ما چنده؟ 0، پس میشه 0 منفی. در زید 2 قسمت حقیقی ما چنده؟ منفی 5، قد از این منفی میشه مثبت منفی. زید 2. خب قسمت های موهومی هم از هم دیگه کم میشن. قسمت موهومی در زید 1 برابر با منفی 10، قسمت موهومی در زید 2 برابر با 0 در آی. پس مساوی میشه با 5 منفی 10 آی. کدام گزینه میشه دوست عزیز؟ گزینه چهارم پاسخ صحیح این سوال کانکوری شد. سوال بعدی رو ببینیم. گفته اگر زید 1 مساوی 1 منفی 4 آی بشه و زید 2 8 جمع 3 آی بشه، زید 1 تقسیم بر زید 2 برابر با کدام گزینه میشه؟ خب میگیم که زید 1 تقسیم بر زید 2 مساوی میشه با زید 1 منفی 4 آی است، زید 2 هم 8 جمع 3 آی است. خب گفتیم وقتی میخوایم تقسیم انجام بدیم مزدوج مخرج پیدا کنیم. مخرج ما 8 جمع 3 آیه، مزدوجش چی میشه؟ 8 منفی 3 آی میشه. پس ضرب در 8 منفی 3 آی تقسیم بر 8 منفی 3 آی میشه. خب ضرب انجام بدیم. ضرب ما به این صورت میشه 1 ضرب در 8 برابر با 8 میشه، صحیح، منفی b ضرب در d برابر با منفی 12 میشه، جمع a ضرب در d، a ما 1 d هم منفی 3 برابر با منفی 3 میشه، جمع b ضرب در c هم که برابر میشه با منفی 4 ضرب در 8 32 در آی. خب مخرج ما 8 جمع 3 آیه در 8 منفی 3 آی ضرب شده، یعنی یک عدد مختلط در مزدوجش ضرب شده. حاصل چی میشد؟ احسن بر شما، قسمت حقیقی به توان 2 جمع قسمت موهومی به توان 2. قسمت حقیقی 8 به توان 2 64 میشه، جمع قسمت موهومی 3 به توان 2 9 میشه. خب پس در نتیجه 8 منفی 12 منفی 4 میشه، منفی 3 منفی 32 منفی 35 آی میشه، تقسیم بر 64 جمع 9 هم برابر با 73 میشه. خب کدام گزینه شد؟ گزینه سوم پاسخ صحیح این سوال ما شد. سوال بعدی رو ببینیم. از فرم سوم کابل مطرح شده. هرگاه زید مساوی با آی جمع 2 بشه، در این صورت زید بار تقسیم بر زید جمع زید بار کدام گزینه میشه؟ اولا شما لازمه که زید بار یا مزدوج به دست بیارید. میگیم که اگر زید برابر با آی جمع 2 بشه، صحیح، زید بار در نتیجه مساوی میشه با 2 منفی آی. گفتیم اگه بخوایم مزدوج به دست بیاریم کافیه قسمت موهومی را علامش رو تغییر بدیم. الان زید آی جمع 2 بود، قسمت موهومی ما 1 آی بود دیگه. خب علامه از زیر تغییر دادیم شد منفی آی. خب حالا میگه که زید بار تقسیم بر زید جمع زید بار مساوی میشه زید بار یا قسمت مزدوج 2 منفی آی تقسیم بر زید آی جمع 2 جمع 2 منفی آی میشه. خب صورت کم خودشه 2 منفی آی تقسیم بر دو عدد مختلط با هم دیگه جمع شدن. پس قسمت های حقیقی با هم جمع میشه، قسمت های موهومی هم با هم جمع میشه. قسمت حقیقی ما 2 تا 2 با هم دیگه جمع میشه میشه 4. قسمت موهومی ما یکیش 1 یکیش منفی 1. اینا که با هم دیگه جمع میشن برابر با 0 میشه. پس در نتیجه جواب ما 2 منفی آی تقسیم بر 4 شد.
کدام گزینه؟ گزینه دوم پاسخ صحیح این سوال شد. خب دوستای عزیز، جلسه دوم از فصل ششم هم به پایان رسید. ما در این جلسه 4 عملیه جمع، تفریق، ضرب و تقسیم روی اعداد مختلط خدمت شما عزیزان معرفی کردیم. معکوس ضربی و مزدوج یک عدد مختلط هم خدمت شما معرفی کردیم. تا جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپارم. موفق باشید.